الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11مین حلقه صفت منافقان در قرآن کریم. این وعده الله سبحانه و تعالی به آنها به داخل شدن به دوزخ است. الله خبر داده میگوید: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. سوره توبه آیت 68 خبر داده میگوید: الله به مردان منافق و زنان منافقه و کافران وعده آتش جهنم داده است. در آن جاودانند، در آن جاودانه میمانند. همین برایشان بسنده است. لعنت الله بر آنها باد و به عذاب پایداری گرفتار خواهند شد. ببینید برادران و خواهران، الله سبحانه و تعالی منافقان را وعده داده ایستاده است که جایگاه آنها جهنم است. اینجا در این آیت منافق و کفار را خداوند یک جا ذکر کرد. برای من نیست فرق بین الکفار و المنافق، بلکه منافقان بدتر از کفار هستند. زیرا در دیگر آیت خبر داده گفته است که خداوند منافقان در پسترین دوزخ می سوزند. برادران و خواهران، ما باید از کارهای بد خود را دور گیریم، از منافق شدن خود را دور گیریم، زیرا این وعده الله حق است. الله دروغ نمیگوید. ما باید مؤمن حقیقی باشیم. هر یک سخن و هر یک عملی که میکنیم باید ببینیم که این عمل و سخن ما صحیح است یا نادرست است. اگر درست باشد اجرا کنیم، نه درست باشد نکنیم. یا یک چیز را نفهمیدیم بپرسیم، تا که پرسیدن هم این یک علم است. پرسیده عمل را اجرا کننده شویم، نه اینکه کورکورانه از پیش خودمان یگان عمل را اجرا کنیم. از الله سبحانه و تعالی میپرسم که هر یک ما را مؤمن حقیقی گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.